شنیدی میگن طرف لیاقت نداشت ولش کردم. چه کلمه عجیبی. لیاقت یعنی واقعا لیاقت رو متعین. یا میگن که طرف ارزش نداره ولش کن. ارزش یعنی واقعا ارزش آدمام رو ما میسنجیم. اگه به جای اینکه بگیم طرف لیاقت نداشت ولش کردم یا ارزش نداشت رهاش کردم، یاد بگیریم فلانی خواسته هاش، نیازهاش، اهدافش با من فرق داره و من نتونستم توی رابطه اون چیزی رو که میخوام داشته باشم. خیلی قشنگتر میتونی اون خشم درونتو کنترل کنی و کمتر به خودت و رابطت آسیب بزنی. یادمون باشه تفاوت‌های شخصیتی جایی برای ارزش و سنجیدن لیاقت و ارزشمندی دیگران نیست. مراقب روابطمون باشیم.